با نام خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز زاویه. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و سالم سرحال باشین. دوستای عزیز، امروز هم در مسابقه ویژه ما آقای احمد ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد را با خود داریم. آقای هوتک سلام خدمت شما و خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلام بر شما، بر تمام بیننده‌های زاویه میدیا بخیر. آقای هوتک، میخوایم سوال نخست را از روی مسابقه اخیری که شما برگزار کردیم آغاز کنم که چطور بود مسابقه تان، به خاطر این مسابقه چقدر آمادگی ها گرفتین و حریف برازیلی تان را چگونه ارزیابی کردین، چگونه حریف بود؟ تشکر. ما مدت 2.5 سال بعد وارد قفس میشدم که یک تاثیرات خوب و بد خود داشت دیگه. به این مسابقه مخصوصا به این مسابقه 4 ماه آمادگی داشتم که 2 ماهش تقریبا در حالات نرمال بود، 2 ماهش بسیار جدی و شدت دادم آمادگی. حریفم خیلی قوی بود، به نهایت حریف خوب بود، قوی بود. چون ما از اول دوست داشتم که حریفم قوی باشم، که حریف قوی بزنیم فایت لذتش زیاد می باشم دیگه. باز خوشبختانه شکستش دادم. بسیار عالی. شما بعد از یک مدت خیلی طولانی برگشت کردین و شما یک مصدومیت خیلی جدی سپری کردین. چطور بود براتون مسابقه؟ مشکل نبود؟ شما اینقدر وقت از ورزش فاصله گرفته بودین؟ والا کم مشکل بود، به دلیل ازی که هر چیز زودتر و زیاد مسابقه کنی قفس یا رنگ برات آسان می باشن، استرست کم می باشن. نسبت به مسابقه قبلی مسابقه استرسای خود زیاد داشت. یک دلیلشی بود که در خود افغانستان بود، تماشاچم خیلی زیاد بود و بدون شک که در افغانستان که مسابقه میکنیم توقع تمام مردم برد است. یکیام بود و دیگه ای که بعد از 2.5 سال بعد که ما باز پس اوسانه میامدم میگفتم در نرمشای خودم که قبل از مسابقه میکنم با استاد خود که باید غروری ما بیایه عادی باشه بریم، ولی تا جای زیاد عادی بریم نبود. او زخمایی که مثلا ما افگار شده بودم او تاثیری از این نداشت که مثلا معایبی باشه میو بر ما مزاحمت کنن، ولی 2 تاثیرهایی که داشتن، یکی که هرچی انسان عملیات شد کم سر فیزیکش تاثیر میکنن و دیگه نابلدی و قفس. این 2 دلیل داشتن. بسیار عالی. حریفتان ادعا کرده بود که گویا از سوی شخص تهدید شده و ناگزیر شده که مسابقه را به شما واگذار کنند. بسیار سوال خوب است. شاید اکثرت مردم از ما این سوال بپرسند ذهنشانی باشن، فکر کنیم ما فایت کنم فایتر هستم یا که محافظی از او هستم. وظیفه من چی است که ما بیم در سالون نرمش خدا کنم و در مقابل از او فایت کنم. درست است؟ اصلا این مسئولیت ما نیست و نه ارتباط با ما داره که مثلا ما محافظت حسو کنم. یک و او که گفته که ما تعدید شدم کاملا ادعایشم غلط است. به دلیل از این من که در کشور میرم هواداران حریف بسیار زیاد می باشم و به این معنی نیست که ما از باب ترسم تعدید شوم. او به اقرارات رسمی در افغانستان آمده بودن و پس ما این مسئله را نشان شریک ساختم. اوی گفت تهدیده که ما به تفنگ تهدید شدیم، این رد کرد، گفت که ما فقط ترسیدم از هوادار ازی دیگه. اینجا فهمید که افغانستان از مردم از باز گپای دیگر این مردم کشیده بود. بیایی دارم که مثال ما را به اصلاح تهدید کردن. اصلا این گپ وجود ندارم. بعضی مردم سر ما انتقاد میکنن. منطقاً باید فکر کنم چرا سر ما انتقاد میکنیم؟ آیا ما سر سالا کشیدیم یا این وظیفه ماست که ما او را محافظت کنم؟ ما چی؟ وظیفه ما فقط این است که ما آمادگی به مسابقه گرفته بودم و آمدم روشن مسابقه کردم و فایت میکردم. ما این با افتخار میگم مردانه بردمش و برده برای خودم، برای ویدانم، برای مردمم که دوستم دارم باشان تبریک میگم. دقیقاً. آقای هوتک، یک موضوع است که در افغانستان خیلی مروج شده در این روزها. اگر گویا شما برنده شین میگه حریف خود خرید، اگر بازنده شین میگه شما توانایی مسابقه را ندارین. نظرتون در این مورد چی است؟ اکثر جوانایی را میگه که در خارج از کشورم میشه همین سوال در ذهنشان هستن که کشور ما چرا جور نمیشه. میفهم دلیل بدبختی اینجا هستن. اینجا چند نقطه را ما اشاره میکنیم. یکی هستن که مردم ما عمیقاً در بخیلی رفتن که بخیل هستن. این را باید قبول کنیم، خصوصا باز ورزشکاران که گپ میزن و دیگه مریض هستن. به این فکر نمیکنن که
برنده در اینجا افغانستان میشن، عزت و ابرو بر افغانستان کمه میشن، این را فکر نمیکنن. ما یک جایی که تو شوخی کردم گفتم در بارد ما برازیل قجگرخون نشدن ولی یک انسانای مریض و انسانای بخیل که قجگرخون شدن. در افغانستان این بدون شک هست، ولی شخص خود ما هیچ وقتی برای مهم نیست که مثلا ما فکر کنم به یک تعداد محدود که اونا حرف میزنن گپ میزنن، اما این خوب است که میلیون ها درک میکنه، خوش هستند و اونا از ما راضی هستند. شایع شده بود که گویا مسابقه شما دوباره برگزار میشه یا ریمچ میشه در دبی، تا کجای این حرف درست است؟ عریفم درخواست از این کردن که ما در این مسابقه پس او گفت کرده که ما سر صلات تعدیل شدم، او را رد کرده که ما از هوادار ازی ترسیدم که بسیار یک دلیل غیر منطقی است. هوادار خود داخل قفس نبود، در داخل فایت نبود. وقتی چطور بترسی؟ ما هم در یک مسابقه داشتم از عریف ما ممکن چند هوادارش به خیلی زیاد دید. ما از این نیست که ما از آب بترسم، ما چرا که ما جای فایت میریم با قرارداد رسمی میریم. خواست ریمچ از ما کرده، اونا خواستم. شما چی میخوایم؟ ما در این باره جدی تصمیم نمیگرفتیم. ما نمیخوایم که هیچ وقت برگردم. من میخوایم پیش برم. شاید قبول نکنم یا شاید هم کنم اگر سازمان TGFC او شرایطی که ما میخوایم برای ماها کنه شاید قبولم کنم. بسیار عالی. آیا مسابقه بعدی شما مشخص شده که در کدام تاریخ با کی است؟ طالع مشخص نشده و میخوایم که شاید پیش از رمضان، اگر پیش از رمضان نشه بعد از رمضان بخیر حتما 100%. و نمیخوایم که آمادگی فعلا دارم ایره از دست بدم. میخوایم ایره تازه داشته باشیم که با دیگه مسابقه آمادگی میگیریم. باز ما خیلی خوب تیار میشیم، بسیار زیاده آمادگیم که وقت نمیریم، آمادگی باید مسابقه دیگه بگیریم. یعنی فایت ما جالبیتش تیاریش دوچند میشه. روزانه ما میبینیم شما ورزش میکنین و زحمت بیش از حد میکشین. به خاطر مسابقات بعدی شما میخواین داخل از کشور تمرین کنین یا خارج از کشور؟ دردآور است، سخت است. باور کنین 3-4 ساعت 5 ساعت ما که تمرین میکنیم که رگای جان ما استاد میشن، ما را خسته نمیزده. وقت که بیرون میبرایم متوجه موتر زیر موتر چکوی که چسبکی کس نمانده باشه، طرف خانه میرین چه کس کمین نگرفته باشه، بسیار سخت است. در این شرایطی که ما به این مسابقه تمرین کردم سخت‌تر از این هستن که ما 1 سال آمادگی به یک مسابقه بگیریم. هرگز باز نمیخوایم که در افغانستان تمرین کنم. یکی از سخنانی که ما در جریان مسابقه از شما شنیدم گفتین که قرار است در سازمان UFC شما راه پیدا کنین و اولین افغان باشین که از داخل افغانستان میره به UFC. بیشتر باز انتقادات جمع میگیره، اکثر ورزشکارای ما میگن که زیاد بخیل هستن. شکر خداست که ما اتحاد UFC میخواه که ریکارد فالوورز فایت که جالبیت فایت چی هستن که صداقی از استرایکر فایت که میکنه خود می تمام شدانم. یعنی واجد شرایط UFC شدین؟ بله هم. و امروز ما وعدم شده که بعد از پیروزی از این مسابقه احتمالش خیلی زیاد است که در اون مسابقه بری. دیگه ما امیدوار خیلی زیاد هستم و امکان داره. الان چیز بخوایی و تلاش کنی مشکل نیست. یک موضوع خیلی جالب بود که ما در مسابقه تان شاهد بودم، آقای باز محمد مبارز که خیلی از مردم اونا را حریف شما فکر میکنن و فکر میکنن که رقابت بینتان ناسالم است، اما در مسابقه شما برعکس آمد و همراهتون بود. ما شاهد از این بودم که بسیار خوشحالم شد شما پیروز شدین. آیا جز تیمتان بود؟ براتون چقدر روحیه بخش بود حضور آقای مبارز در مسابقه؟ بله بدون شک خوب بود، برای روحیه بخش بود و ما وانا هرچی که اگر رقابت هم داشته باشیم ولی مقابل بیرونی ها باید یک دست باشیم دیگه. خیلی خوب بود این کارشان، مردم هم خیلی تقدیر کردن و ما خودشم از این کارشان خیلی خرسندم. یعنی رقابت بینتان کاملا سالم و ورزشی است؟ رقابت هست، دایم باید شبوشی نکنیم. رقابت هست ولی در بین ما حضور رقابت سالم است، نه رقابت غیر سالم. ما هیچ وقت نخواستیم که او را که از او رقابت غیر سالم کن، با هیچ وقت نیستم، ولی خواستیم که از او کده بهترتر باشم و بهتر باشم. ما هم شاید این قسم فکر کرده باشم. بسیار عالی آقای اوتک، مردم شما را خیلی حمایت میکنن و دوستتان دارن و همه افغان ها خوشحال هستن از پیروزی شما. اگر پیام اخیری دارین به مردمی که شما را دوست دارن
و همیشه شما را تشویق میکنن. کامرای ما در خدمتتان. سلامت باشین. ما بسیار سپاسگزاریم. دعای نیک و حمایت مردم خود هستم که واقعا در شرایط ما را حمایت کردن، دوستم دارن و ما برشان وعده میتونم که قطره خون در وجود باشن و برای از افتخار کمایی میکنیم. هیچ وقت استاب نمیگیریم. این مردمی که ما را حمایت میکنن، دوست ما دارن، شاید فکر کنن که باز مردم های بخیل و متعصب که هستن گفه اونا بر ما ارزش داشته باشه. اصلا ندارن. همین میلیونا و همین مردم هایی که ما را دوست دارن اینا بر ما ارزش دارن و ما برشان همیشه مبارزه میکنیم. خیلی عالی آقای اوتک. با امیدی که بزودی شما را در مسابقات UFC ببینیم و بیرق سه‌رنگ عزیز کشور ما را به اهتزاز در بیاریم. تشکر. انشالله با امید. بخیر باشین. خب دوستای عزیز، این بود مصاحبه ویژه با آقای احمد ولی هوتک. تا مصاحبه ویژه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. یادتان نره که در پایین کامنت هایتان رو بنویسین و ما هم حتما کامنت های شما را میگیریم در برنامه. خدا نگهدارتان.